دلت را خانه ما کن مصفا. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. عزیزان گرامی، روز چهارم ماه مبارک رمضان است و ما آمادگی به خاطر تهیه افطار برای خانواده یتیم ها یا ایتام در نظر گرفتیم. از شما عزیزان می‌خواهیم که در این پروسه ما را کمک کنید و ما بتوانیم از طریق کمک‌های شما لبخند بسیار برای لبان هموطنان مستمند خود بیاریم و شما با کمک‌هایتان مصداق این حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله خدا بگردانید. پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید کسی که برای یک روزه‌دار افطاری بدهد الله متعال ثواب بالمثل برایش میده بغیر از اینکه از روزه‌دار چیز کم شود. باران رحمت آورنده لبخند و لبان مستمند. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا